پاک زمستانش بهار باشه و من مامان نوروز یک دیگه نریم مثلا بسته که مامان نوروز با شما کار داره مشکل ما حل شه به خیر خوشی. با چی میگیلا؟ ها؟ با چی میگی؟ خیریت گیلا؟ خیریت ها. سلام علیکم. سلام علیکم. شتن مامان نوروز خیریته؟ یعنی خوبی؟ جانجور تیار هستین؟ شکر الحمدلله. زنده باشین. شما خوبه؟ ننه اشتنه؟ شکر الحمدلله. بچه ها شما؟ خوب. مادر بچه ها؟ تیار. مادر طفلا؟ تیار. زنده باشین. مامان نوروز شما قربینی خود بکشتین؟ بالیو. من برفتم به دکتر به من گفت تو 11 تا روده کم دیدی. چند تا؟ انا افنیس شدم. فهمیدین؟ افنیس شدم انا روده. افنیس. چی؟ افنیس. 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 خوب. انا ما گفتم اگه این گوسفند شما چند تا روده داره گوسفند شما؟ گوسفند یک روده داره. چند تا روده داره؟ هیزفی نمونده از شما؟ نه چرا؟ خاطر ما گفتیم یک دوشیتایی میدادم این رودام و 6 تانیه. ایله جو ما که قصاب بیار نگاه گوسفند در بخوشم اون پوست و روده هم بده ما به قصاب داریم. اما روزایی؟ یعنی خوش نکردیم روده؟ رودن خوش میشه که خراب تو دیونی تو. ولی بیا دیگه برای روده. چی؟ من بیام آدم واسه روده ندارم. 11 تا روده 6 تانیه. و تو به من شوید میگوشی که تو دستی روده نگاه میدهشون دیگه. تو به من نگفتی چی دیگه. نمیشه برای خودی هم تا به شفاخونه بریم همین روده خودی که بدیم به قرض به من. من که روده خودم بودم دیگه من چه کار کنم؟ من میمورم کنه که. به خاکی. یعنی واقعیت ساری بیدی یا واقعیت من بشه میزنه به چی شما دست شما فارغ میشه. یا از این می 10 دفعه بدید مرا تیر میشد مادر زینب دختر شما یک سر یعنی زن شما این گیلگیو اگه چای خورده میری خودمو بفرمای اگه نمیری لالا دیگه حالا یک آدرس بدیم ببرم بخواه یک روده بستونم کجا روده همار بندازونم ده سارا رمضان گوسفند خود حتما اون گوسفند داره برو خیر بینی عباس ماندر عباشی عباس اشتانی جانجوره شکر دم بیایم بیا پیازا لغت نکنم رو پلوش بیا که تو جلو خورم نمیبینی اشتانی عباس جانجوره تیار هستی برا شکر فضل خدا خیلیات جانجوره چه کار میکنی پیاز میکنی با چه کار کنی گیلک البته نون نخوردی گبزی برار میشنوی میشنم جانجوره تیار هستی شکر دن غنیمه عملی دا گذشته مبارک باشه صحیحه درسته قبوله چرا با حساب خرابه حساب خراب نیه دست این میمونا روز مداره نه بابا میمون دارن گفتم برو کم پیاز بکنم پیاز بکیا چه کار کنی گیلک شاید گفته پیاز و نون پینک واس نون پیاز پینک واس خیر بینیم اشتا میمونا داری که من یا پیاز تیر کنی اونو کلا گنده شوروه گفتم برو کم پیازم بکن به نانی تو گردن اما بعد مثل یک شوروه با ما دیرو پخته نکرده بود گیت 50 خور بخوردم همه سوزی دیگه فلفل بیایی کدم یک کاسی با ما سه دیگه ما میکنیم دیگ میکنیم ری میکنیم دست شما عباس جان سایکو برار گل من خدا تو به دین دنیا خار نکنه سلام به دکتر صاحب به تو میگفتم نانه من به تو گفتم کی سلام میگفت دکتر صاحب به شما بگفتم سلام نانه من بگفتم دکتر صاحب با کی امینایی که رودی من اپندیس کردم من اپندیس شدم من چه شده 11 تا روده داشت و من 6 تا کمه برا من گفتم شما گوساله خود کی کشتین روزی خلاص شد رودی گوساله کجا گذاشتین رودی گوساله خودی پوست موز به قصاب داره بابا خاطر من گفتم این گوساله شما رودی و حداقل 60 70 متر میشه
همون رودر بیاره من بده به قرض با ما بده با پولای خدا با داد با پولای تور میده منه همین رودر بند نزنه به روده من رودام کمبود داره گیلک تو دیوانه شدی تو اما بساعت چی میگی؟ چره؟ رود گوسفند به تو میخوره گوسفند نه گوساله تو گوساله ها تو گوسالی نه خب رود گوساله به من نمیخوره برو گیلک برو خب به عقل کمال من به عقل کمال خب روده گوساله تو چی؟ اصلا تو کسی بیده که 11 روده داشته باشه ها کینه؟ من تو به می افغانستان شهر تو 11 روده داشته باشی دیگه که کسی نیه که 11 روده داشته باشه اشتا کنه حالا من کجا برم یک روده ما تو گوسفندی نی مثلا خود نکرده گوسالیه که باید روده گوساله و گوسفند میده برو گیلک برو باشه این پتو خود پول پیاز کنم برو اصلا تو تیاری تو از درست پیشتر کرده بابا مامان اولاد گو برو پیش رمضان برو گفت پشتو بندا مامان اولاد بالا چی آمالا هر که بتتین به تو گفته که برو باید گروده بگرد باید گروده گوسفند و گوساله بگرد اشتباه کرده نمیفهمی تو اصلا خواه کرده ما تو برفتم پیش رمضان دیدم تو به تا پیازه گفتم باشه صدا کن باشه پس میر پر کنم پیاز چرا که چطور کنی؟ مدر من میشه میمون بیایه میشه میمون بیایه آه تو بده پول بده پول چی؟ بده اکسی بده چره؟ محمد اینا مفته دل تو به من نمیسیزه روده ندارم ما بیا آه درست گفته آه بگی بگا خود تو با میمونا چکار میکنی؟ ما دیگه میکنم میگم برو میشه خود تو پتو خود جگه هول کنی مگه از شاخ بیاره که پتو تو ببره میگم از اون رفتم خواهم تو مشکل داری جیلا نه چیز پیازه لگا 30 سنتی هم مال کج رو میری تو آه پیازه رو چشه وای 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 حال روده گوساله با من نمیای برو هر که به تو گفته اشتباه کرده غلط کرده تو تیار خوشحال رد روده نگرد تو گیلاگو گیلا گوسفنده به کجا میبری؟ گوسفنده چری وا کردی کجا میبری؟ همین ما به کار داری به چی کار داری؟ ما همین ببرم بکشم بیا تو بیا گوسفندرم بیار بیا به اوش خواستی به اوش خواستی به چه عادی میفروشیدی؟ ای برارم تو نمیتونی بخری چره؟ ای خیلی گیرون یه پیار ما بخری نما خبر ندار می چکو ها؟ می چکو این مایم ببرم بدم به دست قصاب این بکشه انا چشه رودی از این بکاره رودی رو می چکو کنی؟ رودی رو پیوند میکنم به رودی می مبارک باشه بیا تو به اوش خواستی اشتنی که جی جان جانجره شکر فضل خدا کاکا این گوسفند از مان تو می ببینی بکشی رودی رو به رودی خود کو پیوند کنی که تو همه گوسفندی برارم خاطر من 11 تا رودام 6 تا نیه کجایه؟ پویده شده بابا فرمایی
گردنم بند میشه. بله. معفن نیست شدم، معفن نیست که شدم گفتم که چیزه. گفتن که برو. این گوسفنده شما رو اینجا میخکده بود. بلیا برو دیگه ازمانه با اجازه شما بلیا براره. این ازمانه. گوسفند؟ بابا تو نمیگم. تو گوسفندی. گوسفند. چه کن. از بوسی رومل بکو بیا. بیا رومل بیش کن. بابا روی بیش کنم من از پر خواهی میگیره. بیش کن رومل بیش کن. بیش کن. بیش کن. بیا باره مامون گره تور بکشن خو. بیشکی برم بگی برم. بیش کن. بیش کن جیلن برو بیش کن خلاص کن. همین گوسفند بیا بریم تو بکشم این روده تو. من این رودا گوسفند رودا تو نمیسته با همین تو رودا تو پیده میشی تو روده نمیدی که تو ولی زنده نبودی برای من برای از یک پان اگرم ولی ادمه تکسیون تاری. بابا بسته غله میگم دکتر گفت تو روده نداری. ما به تو ایمت دکتر میگم که تو رودا تو تکسیون سالم به سر داینه. پویده شده. برو گیلک جون روده. 6 تانیه. با 6 تا آدمی 6 تا روده داره با 11 تا تو میگی 6 تا دیه. یالا کور عددی که پا بیاقلی عقل خوب سر تو خوب یارگی. حالا همی هسته که روده تو روده جوجه چوکو گیاک یعنی که روده تو رو برمیدشتم. اشتا کنم من. برو. ها؟ برو به داو گسی بیا برو به سیبیل برو به سیلخی. گوسفند قربانی خود شما بکشتی؟ بکشتی. روده رو کجا کردی؟ رودی رو بفرشیدم خودی پوست ببردم بفرشید. بفرشیدی؟ بله. همون گوام از شما نه؟ نه. نمیشه می گوار واکنم یکی ببرم. خب ببر اگه چای بیتور به تمام زمین به زیر نکرد چی میسی برو براره ما برو برای دیگه پاناگت برو برای شکم گوشنی خود. بیا. بیا این نگاه کن لگی بره. تو نوری یلا دیسه که برات میمیه یا نه؟ نه یلا دیده برو برای دیگه. بیا. برو برای. این مال از تو بیشتر مال بیا. بیا دیگه نمک برام. شدن چشمم بفتو نیکه گردن اما وقت که گله گوسفندم میبرد میکش قراره که در روزای را مردم عجوب میستون میره برای کار خو بی گوسفند میشیدم همین بمونده با همه بیارمه به عید بفروخ همه بفرشید حالی تو گوسفند نمیشه دوی گیلت میشیدی خلاص بله برار به نسیه چه به نسیه؟ چه به نسیه؟ بله جان ما دست تو کار میکنه بر نسیه چی معنی میگه؟ گوه من افغان نیست شدم چی میگی تو گوه من افغان نیست شدم؟ نه سکو من رودام نیه 6 تا من گفتم برای یک رودی از این ور دارم این میبرم به شفاخونی ایمونت رودی از این ور دارم من ندارم به رودامه خود چین رودا از این اضافه این گوهی که یک لگی به قیمت تو می به شفاخونی ایمونت به نسیه به غیستی میتو به می به پینک که بدونه که میتو مخصوص ساعت و بیروشه بچره تو گوه یک لگی من میبری به شفاخونی حیوانات که رودی از این بار رودی آدم و تو حیوان تا گوه فرق نمیکنی تو بابا گفتم میشه مامان نوروز گفتم رودی تو رودی گساله یکیه تو فکر میکنی که مامان نوروز خیلی هوشیاره که به توی تگفتی گفته چجیرم بگو عباس هم بگفته آسور برات نخوست یاره کردم کل لگنده خب گوه بیشتر ارزش اینه یک لک من به یک لک نمیارزم گردن من تو به یک لک تمن نمیاد یه افغانی که به جا خورده
که چند یک لگمه خدایی میارزی. یعنی گو از من بیشتر ارزش داره اشتگاه ارزش نداره. زنده بشی گو از من بیشتر ارزش داره. برو برای کار برو کمی به سلام ساعت میکنه برو. لیزری برمیدارم رودیو. لا اله الا الله. اصلا تو لیزری چی که صد مرگ مفاجار برداره رودی تو اختیار شدن نیه. تو روده نداری. برو خودت بمردی تو میبرم به زر میکنم چه کار میشه؟ همین گو ببره بیتاره برو کار کن اعمال میراسا خو پیدا کن ببر اگرودی و بند بر روده خود داخل گیلک نمیشته باشی این بار روده که اندازه 5 دستتونه یه بیشتره گردال اول باشه افار شما بیشتر اصلا تو چه کاری منی که گومر ببری ها؟ بشوامه تو برو کار کن برای کار کن برو همسایه داری به چی به دست میخوره؟ همسایه داری به چی به دست میخوره که من گوه بودم به دست که تو ببری رودی رو به خود خودم ندی بابا لیزری بر بداره کسنا خیال گو نمیایه تو طالب لیزری نمیفهمی این گوه میذارم به برق رودی و بیرون میشه رودی رو بر میذارم به ضد مکروب اول بگو مر بزنیم به برق که ما کم سکنیم که چی دارم به تا شکم و روده و میده دارم یا نه برو عده با 11 تا روده نشتون 6 تا نیه اگه برو گیلک نیه بده گیلک بده نیه خب کجاه؟ میمونه گیلک نیه بده گیلک جو اصلا تو کی به تو روده ها تو شماره کده که 11 تاه من از که تو گریتم بسته میده و روده و شکمبه تو همه 11 تا از که فنیتی گریتم و بمردم به تا دستگاهی ناختم برو همه دختره که عکس تو بگیری تمو از تو که تخت کمتر میده برو خدا میدونه تو نمکیر پیدا کردن گفتم علی عکس تو میگیره برو یا یک لکیر بیار این دیگه رودی رو به من